ما امروز برای دومین بار برقمون رفت توی این 3 سال. دفعه اولش اینجوری بود که فقط یه لحظه چشتو دیدی میبندی، بعد برق یه لحظه میره و میاد، اونجوری بود. و بعدش کلی مسیج معذرت خواهی و اینا که خاطر همون 1 ثانیه مسیج معذرت خواهی. امروز فیوز، یعنی برق منطقه اصلا قطع نشده، فقط فیوز ما سوخته، اون فیوز اصلیه. و من ساعت فکر کن یک شنبه است کامل تعطیل اینجا. ساعت 7:30 صبح من زنگ زدم، ساعت 7:30 زنگ زدم گفتم برق نداره فلت ما، ولی راپل برق داره. سوالایی که ازم پرسید، من اینو اصلا ویدیو گرفتم که این سوالا رو بگم. از من پرسید خانومه که پتی دارید توی خونتون که نیاز به برق امرجنسی داشته باشه؟ قیافه منو بعد اون موقع میدیدی. یا به من گفتش که داروی خاصی از جمله داروهای بدنسازی توی فریزر یا یخچالتون دارید که نیاز داشته باشه فریز بمونه، سرد بمونه؟ گفتم نه. چون اگه نیاز دارید میتونیم با این کسی که قراره بیاد برقتون رو درست کنه یه دونه این یخچالای کوچیک امرجنسی بدیم بیاره که شما بتونید استفاده بکنید، فاسد نشه. گفتم نه. ولی ببین سطح دغدغه‌شون خیلی عجیب بود واسم.